هویت آیینی و گنجینه با نام و اهورای پاک، درود بر شما عزیزانم. به این هرم دقت کنین، یه هرم سنگ با ابعاد بسیار بزرگ. چرا میگم ابعاد بزرگ؟ این درخت این گوشه رو دقت کنین. این درخت ابعادی که داره در مقابل و اندازه‌ای که داره در مقابل این هرم سنگ به من یه پیامی میده. به من پیام میده که این جایگاهی نیستش که من دنبال گنج باشم داخل خود این سنگ، اطراف خود این سنگ. چرا؟ اگر امروز میری زیر گنبد یه مسجد رو بکنی که گنج پیدا بکنی، اینجا میتونی بکنی گنجینه پیدا بکنی. مکان آیینی عزیز دل من. این هرم سنگ در گذشته محل گرد همایی های آیینی بوده. یعنی چی؟ یعنی در این نقطه جمع می شدن، پرستشگاه بوده، خدای خودشون رو پرستش می کردن. اما وقتی که چون این هرم سنگی در محیط داشته باشم، آیا واقعا محیط کاملا خالیه؟ خیر. اگر این هرم سنگ مربوط به دوران اشکانیان باشه، دیرینه محیط رو تشخیص دادی، در راستای هرم سنگ رو به دامنه بالا دیواره صخره داشتی، گوردخمه میتونی پیدا کنی عزیز من. اگر مربوط به دوران ساسانیان باشه، هرم سنگ در تختگاه بود. هرم سنگ در موقعیت آیینی و گنجینه با نام و اهورای پاک تختگاه بود. در دامنه رو به بالاش اشکفت یا غار آیینی میتونی پیدا بکنی. اگر مربوط به دوران هخامنشیان باشه، تمام اینها منوط به این هستش که شما دیرینه محیط رو بدونین. این که گاهی بچه ها میپرسن مثلا استاد شما چرا وقتی میای کارشناسی قبل از اون جایگاه ما رو سوال میکنی؟ میگم آقا من میخوام در مورد محیطتون مطالعه کنم، بدونم وارد این محیط که میشم دارم تو چه محیطی گام برمیدارم، محیط من چه نوع تمدنی داشته، از چه دیرینه‌ای و با چه اعتقاد مردمی. شما میرین در مورد این محیطی که دارین مطالعه میکنین، دیرینه محیط رو پیدا میکنین. مثلا این شد مربوط به دوران هخامنشیان. اگر مربوط به دوره هخامنشی باشه، بدون شک مطمئن باشین در امتداد دیواره‌ای که بالای سر این هرم سنگ هستش، در مسیر آفتاب طلوع، یعنی دقیقاً صبحگاه به اون دیواره میتابه، یه شاخص دقیقاً کپی همین بالای دیواره دارین و سمت چپ اون شاخص شما میتونین گوردخمه های ارزنده‌ای رو پیدا بکنین. این پست هم همچو گذشته بماند به یادگار، شاید که رندی برگی از این باغ برچیند. موفق و کامروا باش.